برادری سوال کردن در دیار غربت و مسافرت زندگی میکنن و اونجا بالای نفس خود از زنا و کارهای بد خوف دارن، ترس دارن، هراس دارن. به او خاطر با دست خود منی خود بیرون میکنن و از دام الله پرسیدن. دام الله هم برشان جواز داده، گفته بجای از اینکه زنا کنید درست است منی خدا به دستتان بیرون کنید. البته برادر محترم، شاید جواز دادن دام الله یک حالت خاصی داشته باشه و با او بعد از بیان تفصیل انشاءالله به او هم میاییم. البته عادت سری که بعضی ها تعبیر عادت سری میکنن، در خلوت انسان افکارهای شیطانی ایره اختطاف میکنه، به خود میبره که منی خدا به ذریعه دست بیرون میکنه به شهوت و استمناء به زبان عربی هم میگن. و این علما به حرمت ازی، یک تعداد بزرگی از علما به حرمت ازی قول کردن و از آیات و احادیث استدلال کردن. از جمله آیاتی که استدلال کردن سوره نور آیات 7، 6 و 7. الله تعالی درباره صفاتی از مؤمنین میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون. از جمله صفات های نیکی یک مسلمان همیست که فرج خود حفاظت میکنه مگر از زن خود و از کنیز خود، یعنی در کنیز و زن خود استفاده میکنه و به این اجر میگیره. و در ادامه آیات میفرماید فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. کسی غیر از همسر و از غیر از کنیز خود شهوت خود در جای دیگر استفاده کرد، این از جمله متجاوزین است، یعنی حلال الله را زیر پا گذاشته به طرف حرام رفته و این انسان نفس خود به خطر و به عقوبت پیش کرده. از این آیت عده علما استنباط کردن برای حرمت استمناء. و همچنان از احادیث از جمله رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ای جماعتی از جوانا، اگر شما استطاعت دارید، استطاعت مالی دارید یا استطاعت بدنی هم دارید، شما ازدواج بکنید. ازدواج بکنید. اگر مال و پول و چیزا ندارید، با دو صورت نفس خود حفاظت کنید و روزه بگیرید. به ذریعه روزه نفس خود حفاظت کنید. چرا؟ روزه شهوت انسان پایین میاره، انسان ضعیف میشه و خوراک و نوشیدنی و چیزا را استفاده نمیکنه. وقتی که استفاده نکرد شهوتش تقلیل میابد. اینجا اگر علما استنباط میکنه اگر استمناء جایز می بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمود کسایی که توان همسر گرفتن ندارن اینها درست است که منی خدا به دستشان بیرون کنن. این تو ارشاد میکرد. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین نگفتن. گفتن کسی استطاعت ازدواج ندارن روزه بگیرد. پس معنا یعنی مفهوم مخالفش این شد که استمناء کردن حرام است، نادرست است. اگر درست می بود رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان میکرد. و غیر آیاتی از قرآن و همچنان از احادیث علما استدلال کردن و این قولی راجح اهل علم است. اگرچه بعضی علما در حالت خاصی جواز میدهند و او حالت خاصه در این شکل نیست که انسان یعنی حالت استثنایی قرار میدهد، که یعنی حالتی که دام الله صاحب گفتیم در مسئلهش میاییم که شاید دام الله صاحب حالتی را گفته باشه که انسان یعنی در حالتی قرار میگیره که زنا برش حاضر میشه و زنا برش میسر میشه و در تو حالت خوفی عزیز که به زنا نزدیک شود و زنا بکند. در تو حالت اگر شهوت خود از طریقی دست
بیرون میکنه و زائل میکنه تا اینکه به زنا نزدیک نشوه، یعنی یک حالت خاص در تو حالت درست است براش. اما اینکه مطلقاً بگوییم یعنی انسان همیشه در بدل زنا همیشه از عادت سری از دست استفاده کنه و منی خود از دست به ذریعه دست بیرون کنه، ایتو مطلق انسان نمیتونه ایره قول بکنه یا ایره جواز بدهد. در اصل استمناء درست نیست و این نقصاناتی حتی طبی علما بسیار زیاد در نقصانات طبیش هم بیان کردن و انسان هم حالتش همیشه پریشان و با فکرهای پلید و فکری از زنا و دخترها و غیره کارهای نادرستی میبرد. پس انسان همیشه در حالتی قلق و خوف و ترس و حالتی از پریشانی و حالتی از فکری از زنا و فکری از دخترها و فکری از کارهای بد به طرفی از اینها میروه. با او خاطر یعنی عادت سری را، استمناء را و به دست منی را بیرون کردن این عادت هم بگذاره و به این نزدیک نشوه و کار قبیح است. از اهل فضل و انسانهای خوب و بهتر این عادت بسیار دور می باشه. پس انسان خودداری کنه از این عادت، الا حالت خاصی اگر برش پیش میشه، گفتیم که زنا خوف عزیز که به زنا واقع میشه، در تو صورت باز بهتر است که یعنی امو چیزی که ضررش کمتر است، گناهش کمتر است، امو را مرتکب شوه که به دست خود منی را بیرون کنه، دور کنه و به زنا نزدیک نشوه که گناهی بسیار بزرگ است.